سلام، وقت بخیر. امروز خطوط موازی را میخوانیم. خوش آمدین به ویدیو جدید و بازم به درس هندسه تان. خطوط موازی چی است؟ خطوط موازی در صورتی که چندین خط یکدیگر خود یا امتدادشان یکدیگر خود قطع نمیکنه با او خطوط موازی میگن. حالا میگه اگر ما چندین خط موازی داشته باشیم و توسط یک خط قطع شود، پس اینمی خط قاطع خطوط موازی ما را به فاصله های مساوی چی میکنه؟ تقسیم میکنه. اگر ما چندین خط موازی داشته باشیم و توسط یک خط قطع شود و می خط قاطع خطوط موازی را به اندازه های مساوی تقسیم میکنه. مثلا ببینید در اینجا در یک شکل مثال ما داریم چندین خط موازی است. دسته یک خط قاطع قطع شده، قیمت x گفته دریابید. ما گفتیم که در صورتی که چندین خط موازی دسته یک خط قاطع قطع شده به فاصله های مساوی خطوط موازی را تقسیم میکنه. حالا اگر این دو خط 2.8 باشه، این فاصله را دریافت کنید. 2 فاصله است، پس 2.8 تقسیم چی؟ 2 مساوی به 4 2 8. پس قیمت x ما قیمت از این چی است؟ 4 است. یعنی 1.4 است، یم 4 است، یم 4 است که 4 شده. به این شکل اگر ما یک فاصله بر ما داده 1.5 گفته این 3 دانه را دریابید، پس ما 1.5 ضرب چی میکنیم؟ ضرب 3، یعنی در کل پیدا کنیم که چقدر است. یا میشه که 1.5 جمع کنین یا کوتاه‌ترین طریقه جمع داده چی میگه؟ از عملی ضرب استفاده میکنیم. 1.5 ضرب 3 فاصله ضرب 3. حالا 1.5 ضرب 3 4.5. پس کل این فاصله اینمی فاصله چقدر است؟ 4.5. و در اینجا ببینید گفته قطع خط داریم به طول 12 سانتی متر رسم کنین. فرض کنین 12 سانتی متر است. حالا گفته سپس آن را به 8 حصه مساوی تقسیم کنیم. 12 را اگر ما تقسیم 8 حصه کنیم 1.8 3.0 5 3. پس با فاصله های فکر کنین شما میشه با استفاده از خطکش 1.5 نشانی بکنین و بعد از او به این شکل شما چی میشه؟ میشه که یک قطع خط تقسیم بندی بکنین به 1.5 سانتی متر 1.5. به این شکل شما میشه که یک قطع خط تقسیم بندی کنین به اندازه های مساوی. این بود درستان، ساده ترین درستان بود. خدا کنه که یاد گرفته باشین و همیشه مثالای تمریناتش کار بکنین و سوالات مشابه به از اینا کار بکنین تا در قسمت مشکل نداشته.